تا شریعتی، زنی که در 20 سالگی برای پیوستن به عشق زندگیش از وطن کوچ کرد و به سوئد رفت. زبان سوئدی رو یاد گرفت و مشغول به کار شد. جدیت و پشتکارش باعث شد مدارج ترقی رو در شرکتی که در اون کار میکرد به سرعت طی بکنه و مدیر شاخه سوئدی شرکت چند ملیتی سودکسو بشه. 1000 کارمند داره و روش مدیریتش با استقبال زیادی هم موجه شده، به طوری که بهار امسال یک مجله سوئدی او را به عنوان قدرتمندترین زن بازرگان سوئد معرفی کرد. جوایز متعددی از طرف گروه‌های مختلف در اتحادیه اروپا به او داده شده، به ویژه به خاطر تلاش‌هاش برای ایجاد توازن جنسی در محیط کار. برای همین پر بیراه نیست که او از ما بخواد درباره حسن‌های چنین توازنی برای شرکت‌ها گزارش تهیه کنیم. همکار ما هادی نیلی در واشنگتن به دنبال جواب این سوال رفته که چرا توازن جنسیتی و تنوع کارمندان در محیط کار به نفع خود شرکت‌هاست. همان درسی را می‌خوانند که همکلاسی‌های مردشان می‌خوانند و همان مدرک را می‌گیرند، ولی نهایتاً باز هم مردها هستند که هم بهتر کار پیدا می‌کنند و هم کار بهتر پیدا می‌کنند. ناظران اجتماعی اسمش را گذاشتند نشتی خط لوله اشتغال. گذشته از جنبه اخلاقیش، اقتصاددانان میگویند اصلاً از نظر صرفه اقتصادی هم حرکت به سوی برابری در زمینه شغلی ضروری است. اگر کسی فقط مردها را استخدام کند، خب خودش را از نیمی از جامعه محروم کرده. یعنی ممکن است بهترین گزینه برای استخدام بین زنها بوده باشد و اینطوری بهترین گزینه را از دست داده باشد و این فقط به آن شرکت لطمه نمیزند، در مقیاس بزرگتر روی کل اقتصاد اثر می‌گذارد. اگر واقعاً جنسیت را در اشتغال دخالت ندهیم، اقتصاد جهانی 40% رشد می‌کند. این یعنی هزاران میلیارد دلار پول. یعنی الان اینقدر پول را داریم با استخدام آدم‌هایی که بهترین نیستند هدر می‌دهیم. نابرابری شغلی بین زنان و مردان در بعضی محیط‌های کاری مثل رسانه‌ها و همینطور برنامه‌نویسی برای کامپیوتر به مراتب کمتر از میانگین نابرابری در مشاغل دیگه است. ولی نابرابری همچنان در این مشاغل نسبتاً تازه هم دیده میشه. برآوردها میگه اگر زنان بتونند به اندازه مردان در کسب و کار نقش داشته باشند، 40% به تولید ناخالص جهان افزوده میشه. این یعنی 45,000 میلیارد دلار. اما ممکنه خیلی ها بگن این برآورد خیلی بلند پروازانه است و راه درازی تا رفع این نابرابری ها وجود داره. خیلی خوب، اگر این کشورها بتونن هر کدوم به اندازه یک کشور همسایه‌شون که در این زمینه پیشروتره برسن چطور؟ اگر کشورها بتونن خودشون رو به سطح برابری زن و مرد در محیط کار به اندازه یک کشور همسایه‌شون برسونند، اون وقت 11% به تولید ناخالص جهان افزوده میشه. چیزی حدود 12,000 میلیارد دلار. حرف از سقف‌های شیشه‌ای هم هست، سقف‌های نادیدنی که زنان را از رسیدن به جایگاه‌های بالاتر مدیریت و ریاست و سیاست باز می‌دارند. در کنگره آمریکا 20% اعضایش زن هستند. دادن فرصت برابر به زنان فقط این نیست که به آنها فرصت دهیم کاری را که دوست دارند بکنند، چیزی که به خودی خود هم خوب است. مسئله این است وقتی این زنها بتوانند فرصت برابر داشته باشند، بچه‌هایشان تحصیلات بهتری می‌کنند و برای پیوستن به بازار کار بهتر آماده می‌شوند. یعنی اینطور نسل بعدی مرفه‌تر و خوشبخت‌تر خواهد بود، چه پسر و چه دختر. گذشته از میزان اشتغال زنان و نقششان در مدیریت، میانگین درآمدشان هم کمتر از همتایان مردشان است. پژوهش‌ها می‌گوید محیط‌های کاری که در آن زنان و مردانشان برابری داشته باشند، اصلاً مفیدتر و موفق‌ترند. برآورد شده اگر حرکت به سوی برابری به همین آهنگ کنونی پیش برود، چند دهه دیگر طول بکشد تا در کشورهای مختلف این فاصله جنسیتی کمتر یا رفع شود. هادی نیلی، BBC، واشنگتن.